این یکی خوراک ماشین بازاست. بریم توی کپکات بسازیمش. به چند تا ویدیو نیاز داریم که به صورت نیم دایره از جاهای مختلف ماشینتون بگیرید. البته ویدیو عقب جلو هم نیاز داریم. ویدیو اول رو وارد کپکات میکنیم، یه مقدار از اولش رو انتخاب میکنیم و بقیه‌اش رو حذف میکنیم. یه کپی ازش میگیریم و گزینه ریورس یا معکوس رو میزنیم. یه همچین چیزی میشه. بعدش یه خروجی ازش میگیریم بدون هیچ تغییری. هر چند تا ویدیویی که داشتیم همین کارو روی اونها هم انجام میدیم. حالا ویدیو اصلی و تمام رخ ماشین رو وارد کپکات میکنیم، اضافه‌شو حذف میکنیم و بعد ویدیو دوم که از پشت ماشینه رو اضافه میکنیم. بعدش گزینه منترک رو میزنیم که بیاد بالا کنار لایه اصلی. سایزش رو که فیکس کردیم دقیقاً میایم اولش و گزینه فریز فریم رو میزنیم. بعدش اون لایه‌ای که برامون ساخته رو اوورلیش میکنیم، میاریم زیر لایه اول، یه مقدار تایمش هم بیشتر میکنیم. رو همین لایه گزینه ریموو بک‌گراند رو میزنیم و کاستوم ریمار رو انتخاب میکنیم و خود ماشین رو براش میزنیم تا از بک‌گراندش جدا بشه. حالا میریم آخر لایه یکی فریم میزنیم بدون هیچ تغییری. بعدش میایم اول ویدیو یکی فریم میزنیم و کوچیکش میکنیم اینجا. برای نرمتر شدن حرکتش هم بین دو تا کی فریم ها گراف کیوبیک ات رو میزنیم که نرمتر باشه. میایم یه مقدار جلوتر و ویدیویی که ساختیم رو وارد میکنیم. بعدش گزینه ریموو بک‌گراند رو میزنیم و کاستوم ریمور رو انتخاب میکنیم و ماشین رو براش میزنیم تا از بک‌گراندش جدا بشه. بعد از اینکه تموم شد سایزش رو درست میکنیم، میایم وسط لایه یکی فریم میزنیم بدون هیچ تغییری. بعدش میریم اول لایه و یکی فریم هم اینجا میزنیم و اینجا از کات خارجش میکنیم. برای اینکه حرکتش نرمتر بشه بین دو تا کی فریم گراف رو میزنیم و کیوبیک ات رو انتخاب میکنیم. حالا ویدیو دوم رو اضافه میکنیم، دقیقاً مشابه اولی ریموو بک‌گراند رو میزنیم و ماشین رو از بکش جدا میکنیم. بعد وسط لایه یکی فریم میزنیم و میایم اولش هم یکی فریم میزنیم و اینجا از کات خارجش میکنیم. برای نرمتر شدن حرکتش هم بین دو تا کی فریم ها گراف کیوبیک ات رو میدیم و تمام. این یکی خوراک ماشین بازاست. بریم توی کپکات بسازیمش. به چند تا ویدیو نیاز داریم که به صورت نیم دایره از جاهای مختلف ماشینتون بگیرید. البته ویدیو عقب جلو هم نیاز داریم. ویدیو اول رو وارد کپکات میکنیم، یه مقدار از اولش رو انتخاب میکنیم و بقیه‌اش رو حذف میکنیم. یه کپی ازش میگیریم و گزینه ریورس یا معکوس رو میزنیم. یه همچین چیزی میشه. بعدش یه خروجی ازش میگیریم بدون هیچ تغییری. هر چند تا ویدیویی که داشتیم همین کارو روی اونها هم انجام میدیم. حالا ویدیو اصلی و تمام رخ ماشین رو وارد کپکات میکنیم، اضافه‌شو حذف میکنیم و بعد ویدیو دوم که از پشت ماشینه رو اضافه میکنیم. بعدش گزینه منترک رو میزنیم که بیاد بالا کنار لایه اصلی. سایزش رو که فیکس کردیم دقیقاً میایم اولش و گزینه فریز فریم رو میزنیم. بعدش اون لایه‌ای که برامون ساخته رو اوورلیش میکنیم، میاریم زیر لایه اول، یه مقدار تایمش هم بیشتر میکنیم. رو همین لایه گزینه ریموو بک‌گراند رو میزنیم و کاستوم ریمار رو انتخاب میکنیم.